بعد از یه هفته خیلی دوست داشتم ببینمش، صداشو بشنوم، از حال و روزش باخبر بشم. تا اینکه به راهکار ساده و مجرب سید بن طاووس برخوردم. راهکارش واقعا ساده هست. گفتم سنگ مفت، گنجشی مفت. امتحان میکنم. امتحان کردم و دیدمش، صداشو شنیدم، باهاش حرف زدم. فهمیدم اونا نیستن که رفتن، اونا تازه رسیدن. این ما هستیم که داریم میاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. اگر عزیزی از دست دادیم و دوست داری که یه بار دیگه چهره اون رو ببینی، صداشو بشنوی، از حال و روزش با خبر بشی، بله میتونی. سید بن طاووس در فلاح السائل حدیثی از اهل بیت نقل میکنه که به ما راهکار میده و میتونیم با انجام این راهکار اونها رو در خواب ببینیم و از حال و روزشون با خبر بشیم. راهکار بسیار ساده است. وضو بگیر، به جانب راست بدن بخواب، تسبیحات حضرت زهرا رو بگو و این دعایی که الان میگم تکرار. اللهم انت الحی الذی لا یوصف والایمان یعرف منک بدت الاشیاء و الیک تعود فما اقبل منها کنت ملجأه و منجاه و ما ادبر منها لم یکن له ملجأ ولا منجا منک الا الیک فاسألک بلا اله الا انت و اسألک بسم الله الرحمن الرحیم بحق محمد سید النبیین و بحق علی خیر الوصیین و بحق فاطمة سیدة نساء العالمین و بحق الحسن والحسین الذين جعلتهما سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تريني في الحال التي هو فيها.